سلام عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم که لحظات خوشی رو سپری کنید. من اومدم تا مصمم و با اراده قلاب بافی رو از ریزترین نکات به صورت حرفه‌ای با هم تمرین میکنیم. در اینجا انواع بافت پایه های اصلی بافت رو خدمتون توضیح میدم، چون برای تمرین مدل های مختلف وقتی اسم هر پایه رو میگم شما بدونید که بایستی که چی ببافید. همونطور که در ویدیوی قبلی خدمتون گفتم، شروع بافت با زنجیره هست. پس ابتدا زنجیره میزنیم و زیرساخت کارمون رو آماده میکنیم. من تعداد 20 زنجیره میزنم. اینجا 20 تا زنجیره زدم. برای رفتن به رج بعد و ارتفاع کارمون میبایستی که یه دونه زنجیره بزنیم، چون میخوایم که نخ و قلابمون هم سطح رج بعد بشه. و از روی ببینید این گندمی زنجیرمون هست که حالت دانه گندمه. پشت زنجیره هامون یک حلقه داشتیم که داخل روی این حلقه ها بافتمون رو انجام میدادیم. الان اینجا من قلاب رو بردم که نخ بگیرم. سری قبل بافت پایه بست رو تمرین کردیم، یعنی نخ رو کلن از 2 تا حلقه عبور میدادیم. الان میخوایم پایه کوتاه رو یاد بگیریم. پایه کوتاه وقتی که نخ رو از داخل حلقه عبور دادیم، این 2 تا نخ رو به وسیله یه نخ دیگه با هم یکی میکنیم. پس دانه میگیریم و 2 تا نخ رو با هم یکی میکنیم. این پایه کوتاه هست. نحوه بافت پایه کوتاه به این شکله. ببینید این طرف کارم و این طرف مثل هم میشه. این یک رج پایه کوتاه به این شکل بافتم. ببینید ما قراره که بریم رج بعد و گفتم که ارتفاع هر رج که پایه کوتاه هست یک زنجیره، یعنی ما میخوایم الان پایه کوتاه ببافیم، بایستی که یک زنجیره بزنیم و پایه کوتاه رو در جای خودش روی 2 تا لبه ببافیم. این یک مدل هست. یه جور دیگه هم میشه پایه کوتاه رو ببافید، یعنی وقتی که شما در انتهای رج بافتتون تموم شد، نخ رو یک کوچولو اندازه همون پایه کوتاه میکشید، کارو برمیگردونید و روی پایه بعدی، روی این اولین پایه کوتاه میبافید. فقط این نخ رو کمی بیشتر میکشید. یه نکته دیگه این که در بافت معمولی بافت روی این گندمی هر پایه انجام میشه، یعنی قلاب رو از داخل این گندمی میبریم، نخ رو میگیریم، 2 تا نخ رو با هم یکی میکنیم. این گندمی هر پایه هست که بافت روی اون انجام میشه.
در این سمت من زنجیره زدم و به رج بعدی رفتم. این سمت کارم نخ رو یک کوچولو کشیدم و رج بعد رو شروع کردم. دیگه این سلیقه‌ای هست، هر کدوم که شما دوست داشته باشید میتونید انجام بدید. بعد از بافت پایه کوتاه نوبت پایه متوسط میرسه. نخ رو دور قلاب حلقه میکنیم. از داخل این حلقه پشت زنجیره نخ میگیریم. الان 3 تا نخ روی قلاب دارم. 3 تا رو با هم یکی میکنم. این پایه متوسط هست. نخ دور قلاب از به این شکل این پایه متوسط هست. این مدل بافت هم روی گندمی هر پایه انجام میشه. یعنی 2 تا لبه بافتمون رو میگیریم، نخ میگیریم و 3 تا نخ رو با هم یکی میکنیم. ارتفاع پایه متوسط 2 زنجیره هست. یعنی در انتهای رج 2 تا زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و ادامه بافت رو انجام میدیم. این هم یک مدل هست که با بافت پایه متوسط انجام دادم که خب فقط تنها کاری که کردم اینه که یک پایه جا گذاشتم، نبافتم، یه پایه دیگر رو 2 تا پایه متوسط روش بافتم. 1 2 تا. یک پایه رها، پایه بعدی رو 2 تا پایه می بافیم. در انتهای رج که میخواین به رج بعدی برین 2 تا زنجیره میزنین. روی اولین پایه یک پایه متوسط میبافین. چون پایه اولمون رو به جاش 2 تا زنجیره زدیم، دیگه یه دونه توی این پایه میبافیم. یه پایه رها روی پایه بعد 2 تا پایه در یک فضا میبافیم. یک پایه رها روی بعدی 2 تا پایه متوسط. از این مدل بافت برای بافت های متراکم مثل ژاکت، کلاه، شال مبل و بافت هایی که میخواید ضخامت داشته باشه میتونید استفاده بکنید. بعد از بافت پایه کوتاه و متوسط نوبت بافت پایه بلند هست. پایه بلند دقیقاً شکل کارش مثل پایه متوسط هست. یعنی نخ دور قلاب از داخل گندمی بافتمون نخ رو میگیریم. 3 تا نخ روی قلاب داریم. برای بافت پایه متوسط هر 3 تا نخ رو از قلاب عبور میدادیم، ولی اینجا 2 تا نخ ها رو از قلاب عبور میدیم. یعنی 2 تا نخ رو عبور میدیم، مجدد 2 تا نخ دیگر رو عبور میدیم. یعنی در 2 مرحله بافتمون رو انجام میدیم به این شکل.
این بافت پایه بلند هست. ارتفاع پایه بلند 3 زنجیره هست. برای اینکه به رج بعدی بریم 3 تا زنجیره میزنیم و میریم به رج بعد. اما یه مدل دیگه هم میشه این کار رو انجام بدیم. ببینید این من 3 تا زنجیره زدم و به رج بعدی رفتم، ولی از اونجایی که میبینید یک فاصله بین اولین پایه و دومین پایه ایجاد میشه، میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی مثل موقعی که بافت پایه کوتاه انجام میدادیم، از داخل گندمی پایمون نخ بگیریم، این 2 تا نخ رو با هم یکی کنیم، مجدد اینو تکرار کنیم. این به جای پایه بلندمون میشه. ببینید من الان که پایه بلند ببافم دیگه این فضای خالی رو اینجا ندارم. پس این یک روش بافت ابتدایی رج هست. این نمونه بافت پایه بلنده که گاهی اوقات ما از ترکیب پایه بلند و زنجیره استفاده میکنیم. ببینید این نمونه ترکیب پایه بلند و زنجیره هست. یک دونه پایه بلند بافتم، یه زنجیره. روی پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره. روی پایه بعدی، پس این فضای تک زنجیره رو رها میکنیم. روی پایه بعدی یک پایه بلند. این نمونه بافت زنجیره و پایه بلنده. میتونیم از ترکیب 2 پایه بلند و یک زنجیره استفاده کنیم در بافتمون که گاهی اوقات برای بافت کیف حتما دیدید که از این طرح‌ها یا از این مدل استفاده میشه. و یا اینکه از ترکیب 2 زنجیره و 2 پایه بلند استفاده کنیم که اینا همه به سلیقه شما بستگی داره که بخواید چه مدلی ببافید. بعد از پایه بلند نوبت پایه دوبل هست. پایه دوبل همون پایه بلنده، با این تفاوت که ما وقتی که نخ رو دور قلاب حلقه می کنیم 2 مرتبه این کار رو انجام میدیم. 2 بار نخ دور قلاب از داخل این گندمی پایه قبلمون نخ رو میگیریم و در 3 مرحله 2 تا کور میکنیم. 2 3 در 3 مرحله. پس شد 2 بار نخ دور قلاب از داخل گندمی پایه نخ میگیریم. ببینید 4 تا نخ روی قلاب دارم. در 1 2 3 در 3 مرحله کور میکنیم. ارتفاع پایه دوبل 4 زنجیره که در ابتدای رج من ببینید 4 تا زنجیره زدم و روی پایه اول دیگه بافت انجام ندادم. در بافت پایه دوبل وقتی که میخوایم بریم به رج بعد میتونیم از 4 تا زنجیره استفاده کنیم. میتونیم همون بافت مال پایه بلند براتون توضیح دادم. ببینید از داخل پایه قبلی اولین پایه نخ میگیرم. من 3 بار این کار رو تکرار میکنم. 2
چون من پایه دوبلم رو در 3 مرحله کور می کردم، الان اینم در 3 مرحله انجام دادم. اینجا در پایه بعدی پایه دوبل می بافم. 2 بار نخ دور قلاب در 3 مرحله هم کور می کنیم. بعد از پایه دوبل پایه سوبل داریم. ببینید پایه بلند 1 بار نخ دور قلاب مینداختیم، پایه دوبل 2 بار نخ دور قلاب مینداختیم، برای پایه سوبل 3 بار نخ دور قلاب و پایه چوبل هم 4 بار نخ دور قلاب میندازیم. نحوه بافتش به این شکل هست که 1 2 3 بار برای پایه سوبل 3 بار نخ رو روی قلاب میندازیم. از داخل بافتمون که نخ گرفتیم 5 تا نخ روی قلاب داریم. در 4 مرحله 2 تا 2 تا کور میکنیم. 2 3 4. این بافت پایه سوبل هست. به این شکل 1 2 3 4. ببینید از پایه های دوبل کمی بلندتره. پایه چوبل هم 4 مرحله نخ روی قلاب میفته. 1 2 3 4. 4 بار نخ رو روی قلاب میندازیم. از داخل پایه که نخ گرفتیم الان 6 تا نخ روی قلاب داریم. ببینید 1 2 3 4 5 6. در 5 مرحله این 1 مرحله 2 تا 2 تا کور میکنیم. 2 3 4 5. این پایه چوبل هست و ارتفاعشون هم هرچی تعداد این حساب پایه دوبل سوبل چوبل هر کدوم که اضافه میشه یه زنجیره به ارتفاع بافتمون افزوده میشه. یعنی اگه بخوایم برای پایه دوبل زنجیره بزنیم 4 زنجیره، برای پایه سوبل 5 زنجیره و برای پایه چوبل 6 زنجیره برای ارتفاع بافت زنجیره میزنیم. تا اینجا با نحوه بافت پایه های اصلی قلاب بافی آشنا شدید. از این به بعد با انواع مدل های بافت در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.